یا خیلیش در افطاری خوب میکنی در بالای سرت میبرویا. برادر عزیز، شما همچون یک شوهر برای همسرتون، همچون یک پدر برای فرزنداتون، همچون کلان خانواده در یک عائله، شما خوب بودن و خوبی را هرگز فراموش نکنی. یعنی خودتون با رفتاری همسرتون مقایسه نکنی. یعنی او اگر کمی بیادبی کرد شما را از کنترل بروی و نسبت او بیادبی کنی، ایخی نمیشوه. از دو نفر یک کس اگر خوب باقی بمانه در بین اونها یک دیگر فهمی هرگز از دست نمیروه. یک دیگر فهمی مهر محبت پایدار و برقرار باقی میمونه. اما این گپای شما فهمیده میشوه که شما خودتون با رفتار همسرتون مقایسه میکنی. شما مرد هستی، کلان خانواده هستی و رفتار خودتون با همسرتون مقایسه نکنی. مرد در خانواده بالای همسرش به مانندی همو پدری هستی بر بالای فرزنداش. یعنی خداوند در قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء، مردها بر بالای زنها سرپرست است. یعنی خداوند مرد در بالای همسرش سرپرست قرار داد. اگه خودت سرپرست که باشی به همسرت کم بیادبی کردن در همین خیلی رفتار میکنی، با میگی او خود رفتگی بو 3-4 تا مشت دیگه میزنیش. نه این خیلی نیست. با مانند یک کودک رفتار که قطعی همسرت. یعنی مثلا چگونه که کودک وقتی که یگون محل یک قند شکلاتش میتی، یک خیلی محل میشه که قهر میکنه، شکلات هاوز دنگل میکنه و تو مثلا پدر هستی بزرگواری نشان میتی و همو کودک نوزش می برداری سرش سیله میکنی با خرمتا میکنی همو کودک تا و شکلات بود دستش میتی بدون اینکه از او خفه شوی. همسر قطعی همین خیر رفتار بکه برادر عزیز و هرگز ای خود نمیروه. پس خوبی های تو در قلب او جو میگیره، هرگز خوبی های تو را فراموش نمیکنه. یک روز بیادبی کرد در جوش بشنونش. یعنی همو باری اولی که بیادبی میکنه در همو باری اول او را گوش زد بکه، با خوبی بفهمونش که همین رفتاری کردگید مرا معقل نیست، این ای فلان گپی گفتگید مرا معقل نیست، نگو همین گپوتا. با رفتاری خوب قطعی وقتی که توچ که میمونی در همو جوش در باری اول انشاءالله که هم آدم میفهمد دیم دفعه او کارش تکرار نمیکنه. یعنی مثلا شما بزرگواری نشون بدید برای همسراتون. شما بزرگوار هستی نسبت مثلا همسراتون، شما کلان هستی، سرپرست هستی.